سلام سلام همکار بگو بیاد و بگو همکار اومد. یعنی کلمه همکار رو میشنوم دیگه کهیر میزنم جدیدن. سلام مهشاد فکر کنم خسته نباشی. تو چنلم گفته بودم که این چرا صندلیش اینجوریه. حالا الان بهتر شد. سلام چطوری این چت؟ چقدر چتش بده، ریز، چشاش در نمیاد اینو میخونه. چه خبر؟ حسین انقدر ببین چتش انقدر، نمیدونم خودش چجوری میخونه. بذار ببینم میتونم بزرگش کنم. آهان آخش الان شد تازه. سلام مهربون چطوری؟ سلام آقا. انقدر دلم واسه چقدر غریبم اینجا روی صندلی، انقدر دلم واسه استریم تنگ شده بود. چرا گنده کردی اونو؟ بابا چی بود کوچولو بود دیده نمیشد. من میدیدم برای چی دست میزنی؟ به وسایل من دست میزنی. نه بابا بذار الان خیلی آجی برای چی وسایل من دست میزنی؟ سلام چی الان مشکل داری؟ بابا این خب چرا بگی من چرا این کارو میکنی؟ تو چی کار این کار باید که آرکیو بزنی. نه آرکیو رو میارم جلو بزنم. نه اینو میاری جلو که آرکیو بزنی. خب الان باید به کجا باشه؟ این صندلی استفادهش واسه چیه؟ نشستن دیگه. خب الان مشکلت باشه. الان من میشینم روی صندلی اینجوریم. خب بیا این بعد یه ذره بر عقب. بیا. آها الان خیلی بهتر شد. چه خبر؟ غریبم بابا. نه گفتم که اتاق عجیبه واسم. میدونی آخه من دوربینم خودم اون برای این دوربینه الان این برای یه ذره عجیبه. خیلی هم خفنه اتاق و دوربین و همه چی. همه اوکی هم تو چت. بیا همکار. خب هدف بذاری سریع. این تیشرتاتون رو میشونیم من. چی؟ محمد گفتم گیفتو بنویس جدیدو. خوب بود؟ آره الان دیدم. محمد ایتسو آنه ایتسو محمد مرسی از 500 تومن داداش. به هر حال مبارک داداش. من خوشحال شدم، پاش شدم، شادمانی کردم. مرسی جون این پشم همیشه محمد نمیدیم. خب من هدف رو عوض کنم. چی میشه هدف مجازات باشه؟ مجازات تو آره. نه مجازات خودش من نه. آقا برو گم شو. یعنی چی مجازات من نه. آفرین. استریم حسین مجازات حسین. استریم و مهشاد به همراه مجازات. یه بازی میچینی مجازات شه. ها؟ واسه استریم امشب با یعنی؟ مهشاد. اگه الان پرشی کم یه امشب با منجا. آقا من خیلی دلم واسه استریم تنگ شده بود. گریه کن. داره میریزه. 20 تومن بسته. سلام بچه مردم پول نداره تو این وضعیت 20 تومن. وایسا. به به محمد جون مرسی از استریم و مهشاد. چیه دوست عزیز چی داری میگی؟ حاجی یعنی سرگرمی شبانتون جور شد. یه سوراخ جید آوردی حالا هی دست میزنی روش. دونیت مبارکه زن داداش. آقا نکنین جدی اذیتمون نکنین. جدی واقعا شما فکر کردید از همچین چیزی امکان نداره؟ جدی میگم بهتون. جایزه ها رو هنوز ندادی؟ چیه؟ بگم؟ بگو. چرا جایزه ها انقدره؟ نه بگم یا نگم؟ میخوایم نگم بچه ها. من میگم چرا ندادی؟ این من بچه ها فیلم راست کو تو چت مهشاد دروغگو خان. اصلا من چیزی گفتم نه من میخوام از الان بدونم که با کیا طرفن. وایسا دوست دختر فیلم اومد. آقا من بگم همکاری منو مسخره میکنن. آره چی بگم؟ خب چی بگو ولی بگو واقعیتو بگو. آخه واقعیتو گفتیم. همکار چیزی من بهتون
بگم بچه‌ها دایرکت من سوراخ از این که به هم میاید، پیوی من سوراخ از این که به هم میاید. بابا آقا در باشه من حرف بزنم. خب صداشم بالاه، صداش انقدر بالاه. خب حرف میزن اصلا صدای من شنیده نمیشه. بعد فلم راستگو چقدر تو واقعا لقب روباه برازنده این خانومه. مکار دو در باز. بگو. داشتم میگفتم با به خدا این دروغ سنجه خب درصد خطا هم داره بالاخره. 100% درست نیستش که اصلا. خودتون ستایش نوشته میگه که اصلا نمیاد. چی شد؟ چرا وسیله‌امو خراب میکنی؟ من اصلا دست نزدم. الان چرا این الان سکته نکردی؟ داشتم میگفتم این دروغ سنجه درصد خطا هم داره بالاخره دیگه. 100% که درست نیست. خب دیگه همین دیگه. من 10 بار گفتم خود حسین اونو که هممون میدونیم. الان بحث من چیزی دیگه. بچه‌ها یه محمد